به کانال سلطان موویز خوش برگشتی. توی این ویدیو میخوام خلاصه یه فیلم عاشقانه و کمدی و در عین حال سسکی رو برات بگم. اسم فیلم نو هارد فیلینگزه که محصول سال 2023 و یکی از فیلم‌های داغیه که همین چند ساعت پیش از تنور در اومده و پر از اتفاقای اونجوری و خنده داره. پس بی معطلی بریم که این فیلم جنجالی رو با هم ببینیم. داستان این فیلم در جایی به اسم مونتانک نیویورک شروع میشه که تو اونجا یه خانم مامی شکری که مثل قرمه سبزی خوشمزه و جا افتاده است به اسم مدی یه راننده اوبره که بعد از سلب مالکیت خودروش با ورشکستگی مواجه شده. حالا اینجا اگه براتون سواله که اوبر چیه، باید بگم که اوبر همون اسنپ خارجی است. در همین هنگ که نمیدونه چیکار کنه وارد یه اپلیکیشنی میشه و تو اونجا یه پست غیر معمول میبینه که یه پدر و مادر خیلی پولدار متوجه شدن پسر نوجوانشون با اینکه از لحاظ تحصیلی خیلی با استعداده اما به شدت خجالتی و از لحاظ اجتماعی کم تجربه است و علاقه‌ای به تعاملات انسانی و رفتن سر قرار با زنان و رابطه جنسی نداره. برای همینم به دنبال یه دوست دختر خوب برای پسرشون هستن و مدی هم برای اینکه از این وضعیت خلاص بشه این درخواست رو در ازای دریافت یه ماشین بیوگ ریگال قبول میکنه و به عنوان دوست دختر پسرشون بهش کمک میکنه تا وارد زندگی بزرگسالانه بشه. این پسر از همه جا بیخبر یه دانش آموز جوون خجالتی به نام پرسی که از اون بچه خرخوناست و توی کل سالهای دبیرستان هیچ شیطونی یا کارهای هیجان انگیزی به جز درس خوندن انجام نداده. پرسی سال آخر دبیرستان و تونسته پذیرش سال آخر یه دانشگاه خفن که در حد دانشگاه شریف خودمونه رو بگیره و این باعث خوشحالی و افتخار خانواده‌شه. اما با همه این اوصاف خانواده‌اش نگران پرسی هن و چون که اون با اینکه از لحاظ تحصیلی با استعداده اصلا علاقه‌ای به دختره و زنان نداره. قرار میشه که مدی به طور کاملا اتفاقی پرسی رو ببینه تا بهش شک نکنه. در ادامه پرسی خجالتی قصه‌مون رو میبینیم که داره با سگا بازی میکنه و مدی وارد مغازه سگ فروشی میشه و سعی میکنه یه جوری پسره رو راضی کنه تا با هم برن توی اتاق تا تنها بشن و بعد از اون کلی کار سسکی انجام میده تا باهاش سر صحبت رو باز کنه. اما پرسی اصلا بلد نیست از این حوری بهشی لذت ببره و خیلی یبسر از این حرف هست. در ادامه مدی از هر راهی که فکرشو بکنی سعی میکنه تا با پرسی نفوذ کنه. اونا با هم شهر بازی میرن، تو پارک بازی میکنن و کلی حرف میزنن و کم کم پرسی میفهمه که خدا بهش چه نعمتی داده و یه روز مدی رو با لیموزین میبره به یه رستوران خیلی خفن و اونجا براش پیانو میزنه و آهنگ میخونه و مدی وقتی میبینه که پرسی چقدر جنتلمنه دوباره آب از همه جاش سرازیر میشه و کلی خیس میشه. بعد کم کم پرسی عاشق مدی میشه تا اینکه یه روز دعوتش میکنه خونهشون برای شام با خانوادهش و اونجا بود که میفهمه اینا همش کار پدر و مادرش بودن و خیلی عصبانی میشه و از خونه میره بیرون تا چندین روزم با همه قهر میکنه تا اینکه مدی میره دنبالش تا نازشو بکشه و ازش عذرخواهی کنه. اما پرسی اینقدر عصبانیه که مدی رو آتیش میزنه و برای خاموش کردنش مجبور میشه آبشو بریزه روش و بعد هم مدی و پرسی به خوبی و خوشی به رابطهشون ادامه میدن و مدی به بیبی شوگر خودش میرسه. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه هم بودین. اگه ویدیو رو دوست داشتی با لایکش بهم انرژی بده و برای تماشای خلاصه بهترین و جنجالی ترین فیلم ها یه تقه ریز روی اون سابسکرایب بزن و دکمه زنگوله کنارش هم بمانون که فیلم های بعدی رو از دست ندید. خیلی میخوامتون و تا یه ویدیو دیگه بدرود.